خدا، سلام. خیلی خوشحالم که در خدمتتون. اولین برنامه هفته طلوع هست و بخش کسب و کارهای نوین و استارتاپ ها. خیلی خوشحالیم که ساعات شروع شنبه اول هفتهتون رو با طلوع شروع کردیم. امیدواریم این بخش هم بتونه کمک بکنه. سلام می‌کنم به محمد رضای عزیز و بخش اخبار رو داشتیم. بخش اول امروز می‌خوایم در مورد چالش‌های استارتاپ ها صحبت کنیم، کسب و کارهای نوپا. قطعا ما همیشه از چالش‌ها گفتیم، مشکلات گفتیم، سعی می‌کنیم که با بررسی اونها یک سری راهکار ارائه بدیم. مهمان ویژه‌ای داریم در این بخش که خودشون چندین سال هست سابقه کار کردن با کسب و کارها رو دارن، خودشون هم یه جورایی استارتاپ دارن، در موردش حتما حرف میزنیم. علی معارفی، بنیانگذار آینوتی، پیش ما. سلام علی جان، خیلی خواهش می‌کنم، سپاسگزارم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکاران عزیزتون و کلیه بینندگان این شبکه خوب. در خدمتتون هستم. آقا اول به اون بگید آینوتی یعنی چی؟ چیکار می‌کنه؟ خدمتتون عرض کنم که آینوتی توی یه سری از کشورهای مختلف به نام حواسم بهت هست معروفه، اما خب معنی لغویش میشه پیام‌های من دیگه. یعنی من، نوت یعنی پیام‌های من. یه استارتاپ، یک کسب و کار نوپاس با یک رسالت کار خودش رو شروع کرد، ایجاد کننده تحول در بازار. هدف اصلی آینوتی ارتقاء سطح کیفی درآمدی کسب و کارها بود سراسر کشور. و چه کارهایی میتونه انجام بده دقیقاً؟ کلیات کار آینوتی در واقع ارتباط با مشتریه. یک کسب و کار از استارت کارش میخواد با مشتریانش در ارتباط باشه، از طریق خدمات آینوتی مثل کدهای در واقع USSD، ستاره مربع‌ها، به صورت کاملا رایگان، این استیشن های درونی سازمانی خودش همش رایگانه، میتونه ارتباط برقرار بکنه با کسب و کار، با مشتریان خودش. یعنی یه مشتری اگه بخواد مطلع بشه از امکانات یک کسب و کار، قیمتش، خدماتش، محصولاتش، لوکیشن و مسیریابیش، اگر انتقاد و پیشنهادی داشته باشه برای مدیریت اون مجموعه، نظرسنجی، قرعه کشی بخوان انجام بدن، از طریق کدهای USSD شرکت آینوتی میتونن کاملا به این مهم دست پیدا کنن. آقای معارفی، مخاطبش بیشتر چه کسایی میتونن باشه؟ آیا کسب و کارهان؟ آیا اشخاصن؟ آیا شرکت‌های بزرگن؟ فرقی نمیکنه. خدمات USS، خدمات آینوتی رو کلیه افراد، چه حقیقی چه حقوقی، میتونن استفاده کنن. یعنی یه جوون خیلی ساده بخواد تو منزل خودش یک کسب و کاری رو استارت بزنه، میتونه از خدمات آینوتی استفاده بکنه، چه شرکت‌های بزرگ خصوصی، خصوصی و دولتی. خیلی عالی. دارن از خدمات استفاده میکنن. یکی از چیزایی که مشکلات و چالش‌ها هستش، مجوزها هستش، مجوزهای اخذ شده. میخوام از تجربه خودتون بگید که به هر حال یک کسب و کار تقریبا جدید بود، شاید ناشناخته بود، چه مراحلی رو طی کردید، از کجاها مجوز گرفتید و چه مشکلاتی رو داشتید تو این حوزه؟ کلا بحث